پیغمبر خدا میگوید من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. کسی که از شما در بین مردم قاضی شد وی هلاک شد به زدن کارد. یعنی حضرت البته فهمیدن که هر کسی که وظیفه قاضیگی را میگیرد اون در مشقت‌های دنیوی و اخروی گرفتار می شود. البته انسان بی سهو و بی خطا نمی شود. وقتی حکم در دست او افتید البته در یک کار یک لغزش پیدا می شود. حضرت برای احتیاطاً این وظیفه را خیلی وظیفه مهم بود برای خود روا ندیدند و قبول هم نکردند. عاقبت حضرت از دنیا گذشتند. نفرونه که قد پست دارد و میخواید قد بلند داشته باشد، یا اینکه فربه هستید و میخواید خراب شوید، یا اینکه خراب هستید و میخواید فربه شوید، یا اینکه زنهایی که از بیماری های زنانه اذیت میکشند، یا اینکه از دردهای معده، روده، گرده اذیت میکشند، به همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. یا اینکه زنهایی که از مرشینه یا از داغ‌های سفید روی اذیت میکشند، به همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه بپول را پیشنهاد مینماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم حجامه کند هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. وقتی از دنیا گذشتند خود ابو جعفر منصور تاریخ‌ها حکایت میکند که نزد قبر حضرت امام آمدند و از این کار خیلی ناشایمی خود پشیمان شدند و با آواز بلند گفتند ای امام، گفتند این کار غلط ناشایسته از دست من سر زد، عذر مرا در دنیا و در آخرت کی میپذیرد؟ خبر وفاتش حضرت روح ابن عباده میگوید نزد ابن جریح نشسته بودم که خیلی عالم‌های برجسته اون زمان بودند. وقتی در معرکه ما هم صدای آمد که امام از دنیا گذشت، ابن جریح چی گفتند؟ گفتند که چی علمی کلان از بین رفت. حضرت شعبه باشد، این هم که از عالم‌های برجسته زمان امام بودند، وقتی میگوید خبر وفات امام به گوش من رسید، حضرت شعبه چی گفتند؟ گفتند نور علم در شهر کوفه خاموش شد. حمانی باشد، از پدرش روایت میکند، میگوید پدرم گفت شب خواب دیدم که 3 ستاره از آسمان در زمین زد. بعد هفته گذشتن وفات ابو حنیفه میگوید به گوشم رسید و وفات حضرت مسعر به گوشم رسید و وفات حضرت سفیان ثوری به گوشم رسید. و حمانی میگوید پدرم گفت که عالم ها اینها به منزله ستاره ها هستند. این عاقبت حضرت از دنیا گذشتند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. و با همین این موعظه را ما و شما خاتمه میدهیم و از تمام پیروان حضرت امام خواهش ما، درخواست ما همین است که چگونه ای که حضرت رفتار کردند و چگونه ای که از حدیث ها و آیت ها برای ما و شما مسئله های را اجتهاد کردند، باید که با اونها ما و شما رفتار کنیم، با اونها ما و شما عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. صدق الله العظیم. چقدر که میبینید تماشابینان عزیز، قرآن کریم یعنی کلام الله با زبان تاجیکی، زبان عربی را با کریلی یعنی با زبان تاجیکی نویسندگی‌اند و این چنین ترجمه با زبان تاجیکی دارد. شخصانی که میخواهند بار اول خواندن قرآن را شروع کنند، اگر از این گونه قرآن ها شروع کنید بسیار آسان خوان و آسان فهم است و این چنین برای پدران و مادران و نزدیکانتان بسیار هم یک تحفه بهترین است. اگر تحفه کردنی باشید از این گونه کلام الله یعنی از این گونه قرآن ها تحفه کنید، انشاءالله هم ثواب و هم بهترین تحفه می باشد. برای شخصانی که این گونه قرآن ها لازم است و رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید و هر کجایی که خواهید و شما روان میکنند.
و دیگر برادرانی که پیروی این مذهب امام نیستند، از آنها درخواست من این است که بعض اختلاف ها را در بین مردم پیدا نکنند، زیرا که عاقبت اختلاف به همه ما و شما معلوم است که به چی انجام می‌یابد. از عادی ترین حالت مسلمان ها امروز دشمن های اسلام استفاده میبرند. باور کنین ما هم دنیا گشتیم، ما تاریک فکر نیستیم، ما هم روشن فکر هستیم. دل ما هم الحمدلله به مسلمان ها می سوزد، دل ما هم به مسجد می سوزد، به اسلام می سوزد. از این خاطر حضرت امام شافعی را بینین که خیلی امام برجسته بودند که در شهر اوزه فلسطین به دنیا آمدگی هستند. وقتی میگوید برای زیارت نزد قبر حضرت امام آمدن به کوفه، به شهر عراق، در مذهب امام شافعی در نماز بامداد قنوت خوانده می شود. وقتی به کوفه آمد نزد زیارت حضرت امام، حضرت طبق مذهب حنفی رفتار کردند، قنوت ترک کردند تا که اختلاف در بین مردم پیدا نشود. امروز موعظه‌ای که داریم، باور کنید قریب از 70 دانه سوالم زیاد نزد ما موجود است و یک قسمی او را برای شما خواستم جواب بگردانم. و در داخل این سوالها خیلی با سوالهایی که زیادی و نادرکارم بودن، اونها را ما بیره کردیم و اونها جوابم نمیگیم. و بعضی از برادرهای ما و شما بعد این قدر دعوت‌هایی که در باب فضیلت مسجد ما سخنها گفتیم، باز البته یک سخنهای نسبت مسجد گفتن که او آدم‌ها که همه گناهگار هستند. انشاءالله از سه سوالی که در باب بگم یک تحقیر مسجد در نزد من هست، خواستم که همین فضیلت مسجد را برای شما بیان کنم که مسجد چی مکان است، چی اهمیتی در اسلام دارد. انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت مسجد و کسانی که در مسجد نماز میخوانند و کسانی که مسجد را بنا میکنند، کسانی که محبتی بر مسجد دارند، اونها چی ثواب و منزلت در نزد خدا دارند، البته جوابش به شما میگردانیم. السلام علیکم داملای عزیز، میخواستم با این سوال من جواب دهید. با نزدیکی یک کودک بیمار میشود و او را به بیمارخانه میبرند که کودک در حالت وزنین بود. دکتران میبینند که علاجش نیست، به مادرش میگویند که یگان شخص بیارید که کلمه اش را خواند. مادرم رفته ملای را میآورد، وای میبیند که دست پسرک حلال کردگی نیست. میگویند که پسر چند ساله و چی نام دارد؟ میگویند حسن نام دارد و 3 ساله هست. ملا میگوید تا دستش را حلال نکنید جنازهش درست نیست. خلاصه دست کودک را حلال میکنند. آیا این عمل درست است یا نه؟ اصلا برای جنازه کردن دست حلال شرط نیست و برای تلقین کودک 3 ساله هم کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله حاجت هم نیست. و دیگر این که ختنه کردن سنت است نزد حضرت امام ابو حنیفه و نزد دیگر ائمه های ما و شما واجب است. و خود ختنه این از حضرت ابراهیم و پیغمبر ما و شما آمد که با فرمان خداوند با ابراهیم امر کرد که ختنه کن، در حالتی که حضرت ابراهیم 160 ساله عمر داشتند. در 160 سالگیش میگوید چیکار کرد؟ ختنه کردند. و این عمل با تمام امت پیغمبر ما و شما سنت شد. بهتر و افضلش همین است که در روز 7 ختنه کرده شود. در روز 7 ختنه کرده شود، در روز 7 تولد همین فرزند نام گذاشته شود، در روز 7 همین فرزند موی سری او را تراشیده با وزن او باید که ما و شما طلا دهیم یا نقره دهیم دست ما نرسد.
و در روز همین هفتم باید که عقیقه کرده شود. بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند باید که ما و شما ذبح کنیم. خواه خام تلاشش میکنیم، خواه یک قسمش در خانه میخریم، خواه یک قسم دیگرش به مردم تقسیم میکنیم. این کار ما و شما. این عملها باید که در روز هفتم تولد فرزند باید که انجام بیابد. حتی من یک کتاب دکتری مصری را خواندم و حضرت میگوید که اگر ختنه چنان یک جهت طبی هم دارد که کسانی که ختنه میکنند از کسل سوزاک و سرطان نجات مییابند. اگر آن عملهای را انجام ندهند در دوام حیات، چون که پیدا کننده کسل این سوزاک و سرطان باشد. یعنی این فایده های طبی هم دارد و از یک جهت دیگرش سنت است در اسلام ما و شما. از این خاطر اگر کسی در 7 نکرد تا سن بلاغت ختنه کنه جایز است. یعنی بچه تا سن 12 سالگی اگر ختنه کرده شود این همچی است، سنت بجا می آید. لیکن در 7 روزگی پیغمبر خدا هم توصیه دادند که باید ختنه کرده شود. لیکن برای جنازه او را نخواندن این البته یگان دلیلی ندارد، حاجت هم نیست. درود و رحمت خدا بر شما باد ای داملای عزیز. آیا کتاب انجیل خواندن یا او را در خانه نگاه داشتن چه خیل است؟ کتاب انجیلی که الحال در دست مردم ما و شماست، این انجیل اساسی نیست. این انجیل تغییرات زیاد یافته است. این انجیل الله که مردم همون خریستیانین بگیم تغییرات زیاد دادن، آن چیزی که به فایده های خودشان بود کردن. اگر انجیل اساسی باشد نام پیغمبر ما و شما در او انجیل باید که ثبت کرده باشد، ثبت شده باشد، چگونه که قرآن میگوید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد. این خدا در قرآن خبر میدهد که حضرت عیسی در بین مردم برآمد، بنی اسرائیل ده خبر داد که از بعد من پیغمبری میآید که نام او احمد است. این سخن در انجیل نیست. از این خاطر نه در خانه من درست است و نه برای انسانهایی که خط سواد ندارن برای اونها خواندن تماما منع است. جایز نیست که شما انجیل خوانید. حضرت عمر میگد بار یک پاره از تورات موسی در پیشش بود، میخواند که پیغمبر خدا نظر کرد، گفت چی میخوانی عمر؟ گفت تورات موسی هست. رسول اکرم میگه چهرش دیگرگون شد، گفت قسم به خدا اگر همین برادر موسی زنده میشد هر آینه از کتاب او دیده بهتر قرآن است، به قرآن چنگ میزد. یعنی امروز از تورات هم دیده، از انجیل هم دیده برای ما و شما مقدس و عزیز این قرآن است. قرآن چی به طریق حرفهای کریلی هم برآمده است، چی به حروفهای فارسیش هم برآمده است، چی عربیش هم برآمده است. مرحمت در این ثواب است. وقتانه در این کتابهایی که الک منسوخ شدند، کتابهایی که تغییرات زیاد در داخلشان هستند، چی در کار میگذرونید؟ اینها را در خانه مسلمان ماندن خودش گناه است. نگذارین در خانه هاتون. در خانه یگان آدم انجیل پرست قرآن هست. نیست. در یگان خانه انجیل پرست قرآن راه نمیتن. السلام علیکم داملای عزیز، من سوالی دارم. در محله ما در چند مرده خانه زنهای همسایه ما مرده را زیارت میکنند و دستهایشان را به مرده میرسانند و بوسه میکنند. جوابش را گردانید تا که زنهای محله ما درکدار شوند. و سوال دوم من همین است که از خدای متعال در حق من دعای نیک کنید که کارهای من مثل برادران مؤمن باورار باشد و زکات مال دادن را بر من هم نصیب گرداند. البته امروز این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. یعنی یک مرد در همسایگی میگذرد،
برای او نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک رویمال دیگر در سر کشیدگی او نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مرده خانه پرسین که چیکار کردین در همون مرده خانه، بجز در داخل همون مرده خانه به غیبت، بغیر همون چقچقی که بین یکدیگر میکنن، باور کنین در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن، اینها فقط نظارت میکنن کنی کی می آید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمی قدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمی شود. پیغمبر خدا میگوید که انس راوی این حدیث است، لما عرج بی مررت بقوم، وقتی که من شب معراج به سوی آسمان برآمدم با همراهی جبرائیل، نظر از دوزخ کردم، لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر خدا گفتند نگاه کردم یک قومی را که از مرد زن عبارت بود و ناخنهای اونها از متریالی میس تیار کردگی بود، ناخنهای دراز داشتند. یخمشون وجوههم و صدورهم، پیغمبر میگوید با همون ناخنهای دراز میسین رویهای خود خونشار میکردند، روهای سینه خود خونشار میکردند. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، سوال کردم ای برادر جبرائیل اینها کی هاست که اینقدر حالت وزنین در گرفتار شدند؟ قال الذين يأكلون الناس یأکلون لحوم الناس، اینها کسانی هستند که در دنیا غیبت میکردند، در دنیا اخبار میچیندند، اینا همون طایفه هستند. و این زنهای ما و شما در همون مردخانه بجز غیبت، بجز چیندن اخبار همون اولاد دیگر چیزی ندارند. با سبب این قدم زدنشان چیکار میکنن؟ گناهگار میشوند، خلاص دیگر هیچ کار ندارند. میلش بسیار دلشان نمیماند خاطر همون زن همسایه، خاطر همسایگی رفت در همون مردخانه داخل شد، پس گردد بیاد از پای کاری خانه شود. شرط نیست که تا مرده را خیزاندن در همون اطراف مرده نشینند. اینش بس نبود که با امروز دستهای مرده را بوسه میکنن. او چی است که دستی او را بوسه میکنی؟ یا دستها را در وجود مرده میرسانند. من در چند معرکه دیدیم. بعد در چهره هاشون میمالند مثل که قرآن زیارت میکنی. این حرام است. السلام علیکم داملای مهربان. از این سوال من آزرده نشوید، زیرا که این مسئله ها باعث شبهه در دل انسان قرار میگیرد. با احترام، مخلص شما از واسه. خداوند در کدام مکان و مقام جای دارد؟ بعضی ها میگویند که او در عرش است. التماس به ما فهمانید. مکان خداوند در کجاست؟ میگردیم به تاریخ حضرت امام ابو حنیفه. حضرت میگوید باری خواب دیدم یک خوک میخواهد که بدن خود را در پوست یک درخت، در تن یک درخت مالد، لکن شاخچه های همون، نوده های همون درخت این خوک را چنان زدند که از پیش درخت دور شد. در خواب دید، میگه حضرت امام. وقتی میگوید بیدار شدم، نزد استاد خود حضرت حماد آمدم، بینی ابو سلیمان.
نگاه کردم که استادم خیلی غمگین است، حالتش ناخوب است. به دل گذرانیدم که چی مصیبت بالای استادم آمدگی هست. از او پرسان کردم چرا حالتی ناخوب داری؟ گو الحال گو نزد پادشاه گفت یک گروه از بی خداها جمع شدند و با پادشاه میگویند که این طبیعتی که در دنیاست، این از ماده به دنیا آمده است، این خدا نه آفریده است. و در دلیل های زیاد داریم. کدام عالمی که داری مرحمت با او عالم ما بحث میکنیم. حماد میگوید که این پادشاه مرا اختیار کرد. اما خدای داریم که وی با چشم نمیبینیم، خدای داریم که به دست وی قپیده نمیتوانیم. برای این انسان هایی که خدا ندارند با اینها چگونه من اثبات کنم؟ اینا چیزی را میبینن باور میکنن، چیزی را نبینن باور نمیکنن. حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگوید آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن است جوابش که جوابش ندهی. در آن کسی که قرآن دلیل میاری، حدیث دلیل میاری، وقتی باور نمیکند جواب او انسان خاموشی است، خلاص. ابو حنیفه میگوید در حال من تعبیر کردم که این خواب من با همین برآمد. یعنی این خوگه که من در خواب دیدم همان رئیس بی خداهاست که نزد پادشاه وجود دارد و این درختی که این خوگ خواست خود را در تن این درخت مالد، این درخت استاد من حماد است و آن نوده هایی که این خوگ را زد این شاگرد او ابو حنیفه است. گفتن حضرت غمگین نشو، من با اونها بحث میکنم. اگر من بحث کردم و غالب آمدم میگویند خدا بر استاد این رحمت کند و اگر مغلوب شوم میگویند که یک شاگرد خردکه که بود و در دل مردم هیچ دیدگی پیدا نمی شود، زیرا من کودک هستم و اگر شما مغلوب شوید این یک مصیبت در شهر کوفه می شود. حضرت برای ما یک دعای ده، ما با این بی خداها بحث میکنم. وقتی نزد این ملحدین رفت، یعنی آدم هایی که در نبودن خدا عقیده داشتن، این سوال اونجا پیدا شد. سوال کردن، 10 سوال دادن حضرت امام. گفتن همون خدایی که تو پرستیش میکنی در کجاست؟ حضرت گفتن این مکان ندارد، خدای ما مکان ندارد، در همه مکان خدای ما وجود دارد. گفتن برای ما یک مثال بیار. حضرت امام مثال آوردن. گفتن در یک ظرف اگر شیر باشد، شما به من خبر دهید که آیا در ترکیب شیر روغن هست؟ گفتم بله روغن هست. این مسکه‌ای که ما و شما میگوییم. گفت آیا در کدام نقطه همین ظرف همان روغن وجود دارد؟ گفتن در تمام جزئیات این شیر روغن وجود دارد، یعنی در تمام ترکیب این شیر روغن هست. گفتن حضرت امام گفتن مادامی که یک روغن در تمام جزئیات شیر که وجود داشته باشد، پس این خدایی که خالق این شیر است و خالق این دنیاست، پس وی در همه جا وجود داشتنش ممکن است. گفت ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. برای آنه که لامکانی خدا، برای خدا یک مکانی خاصه نبودن برای تو اثبات شود، فقط به جان خودت نظر کن. همین جان در کجای بدن هست؟ در همه جای بدن هست. خدا هم در همه گوشه چی هست؟ وجود دارد. از این خاطر باز سوال کردن. سوال چی بود؟ خدا با کدام طرف نگاه دارد؟ حضرت امام گفتند اگر شما در یک خانه تاریک یک شمع را گریان کنید، در گرانید، آیا روشنی همین شمع با کدام طرف میل دارد؟ گفتند با همه خانه.
گفتند مادامی که یک شمع قدرت همه جا را روشن کردن داشته باشد، این آسمان زمین این یک پرتوی نور الهی است، با همه طرف خدای ما نظر دارد، همه جا را خدای ما می‌بیند. یعنی این گونه سوالها حضرت امام جواب دادند. از این خاطر برای خداوند مکان مخصوصی نیست و خداوند در همه مکان وجود دارد. السلام علیکم ناملای محترم، حیوانهای دریایی را کدامش حلال و کدامش حرام بودن را مفصلا شرح دید با آیت و حدیث و فتوا. در نزد مذهب ابو حنیفه بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا زندگی میکنن همش حرام هستند، بغیر ماهی و آن چیزی که باز در همین عالم ماهی داخل میشود. زیرا که در داخل بحرها اگر شما خبر داشته باشین خوک ماهی هم وجود دارد، سگ ماهی هم وجود دارد، خرس‌های آبی هم وجود دارد، قورباغه ها وجود دارد، خرچنگ ها وجود دارد و دیگر نمود حشرات هایی که در زیر دریا هست. به قول حضرت امام ابو حنیفه که آیت را دلیل میکنند و یحرم، طبیعت آدم از دیدن وی خیره می شود، این خبائث میگویند. حضرت امام این دلیل کردند و گفتند بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا هست همش حرام است، اگرچند که نزد جمهور همه آن چیزی که در دریا هست همش حلال هست، لیکن نزد حضرت امام ابو حنیفه همش حرام است بغیر ماهی. در حدیث ها پیغمبر خدا میگوید که دو چیز را به ذبح یعنی به بریدن سر اونها برای شما حلال گردانیدم، یکی ماهی یکی ملخ. ملخ هم در اسلام حلال است خوردنش، چی ذبح کرده باشد چی به ذبح باشد. و ماهی که اگر حضرت امام ابو حنیفه میگوید اگر خود مرده باشد وی حرام است، وی را خوردن جایز نیست. یعنی خود مردش حضرت امام جدا کردن که وقتی می روید شما می بینید که در دریا شکمش از قسم بالا باشد و مردگی باشد، این صورت اون ماهی را حرام است خوردنش. وقتی که اگر شکمش از قسم پایان باشد و پشت از سوی آسمان باشد و مردگی هم که باشد حلال است. و این ماهی هایی که ما و شما با طریق مثال آب خلار میزنیم میگیریم شان یا یگان داروی دیگر میزنیم ماهی ها را نابود میکنیم، ایناش حلال هستند، مگر خود ماهی از پیش خود مرده باشد این حرام است گفتن حضرت امام ابو حنیفه. السلام علیکم داملای عزیز، یک دو سوال دارم. میگویند که به آینه نگاه کردن طهارت میشکند و یا که بعد نماز شام به آینه نگاه کردن روی جنت را نمیبینند و نیت نماز شب را میفهماندین. میگویند که در نماز شب 66 بار قل هو الله خوان و 33 بار دیگر باز قل هو الله خوان. التماس داملای عزیز و پررگی جواب بدید. با آینه نظر کردن اینا البته همش یک عقیده های بگیم پوسیدگی و بی معنی هست. امروز برای آنی که ما چهره خود نظر کنیم، سر و لباس خود نظر کنیم، احتیاج به سوی آینه داریم. از این خاطر به همه شما به توصیه ما هم انشاءالله همه میدونم که به آینه از خانه بیرون نمیشویم. همه شما یک بار آینه در خانه میبینین، سر و صورتتون درست میکنین، بعد از خانه بیرون میشین و همین کار شما درست است. حتی که در انسان بعضی حدیث های ضعیف پیغمبر هم هست که باید در بر آدم آینه باشد. موی سفیدهای پیشین داشتند، اگر خاطرتان باشد، چه از داشتن همون کارچه های خورد، چه از شانه و چه از آینه و در دست هر یک کدام اونها بود. امروز متاسفانه اینا از ما و شما دور شدند، لیکن داشتن اینها در بر ما و شما ضروری هست. چهره خودمان تماشا میکنیم، بدن خودمان نگاه میکنیم، کمبودی هایی که هست همش اصلاح میکنیم. چرا دیدن این غلط باشد؟ در شب به خاطر اون صاحب چهار کتاب میگوید که شب یک حالت تاریکی است، شاید که نگاه میکنین که در چشم شما یگان چیزی میتابد و در وجود شما ترس پیدا میشد. به همین خاطر است و الا نظر کردن به آینه ثواب است، گناه نیست.